از ما هم بعضا پیدا میشن در اینجا. اگر بینتون اون تعلیم و تربیه نگرفته است، حتی از عائله تربیه نگرفته است. من بینیم مقایسه کنید. از لحاظ تکنولوژی همین دولت به درجه پیشرفته است که یگان کشور دنیا برعکس بسیاری ها کشورهای ابرقدرت از آنها یراق سلاح حاضر زمان میخورند. فهمیدین؟ فهمو؟ عقل چی است؟ سواد چی است؟ کسب چی است؟ ساحه معارف علم چی است؟ اگر ما ایتشنیکایی که به اقتصاد رقمی میگذاشتیم با ویای غیر نقدی میگذاشتیم، حاضر من باوری کامل دارم بودجت امروزه ما 2 برابر زیاد درآمد میگیره. 2 برابر. ما نیاز به کادرها داریم. دیپلم زیاد، صدها هزار داده ایستادیم. عالمان شمارشان بد نیست، لیکن متخصصی اصیل نداریم. انگوش شمار اختراعکار نداریم. برای این کار کرده ما نکن، زحمت کشیده نموده کن. شاعقتی نه، شاعقتی یگان نتیجه به دست نمیاره. اگر ما خدمتچی دولتی باشیم، ما اعضای حکومت باشیم، ما وکیل مردمی باشیم، مردم باور کرد ما شما را انتخاب کرده است، خب ما عالما باشیم، زیایا باشیم، ما دیگر وظیفه نداریم. تنها یک وظیفه داریم، خدمت به خلق کردن. چگونه ما با خلق خدمت بکنیم؟ ماینوها ما را کار فرمودن ما نکن. 6 تا کیپ خونیم رویم بینیم دیگر دولت ها چگونه عمل کرده ایسان. شرم کردن در کار نیست، رفته از دیگر را آموزیم.